دوستان درود. بعد از 15 سال کار کردن تو این کارگاه و اون کارگاه، هفته پیش صاحبکارم گفت که دیگه نیا. به همین سادگی. شب تو یوتیوب داشتن چرخ می زدم، یه کلیپ رو دیدم از محمد رضا شاه پهلوی که می گفت باید برای کارگران محیطی رو فراهم کنیم که در هفته 4 الی 5 روز و روزی 4 الی 5 ساعت کار کنن که بتونن به ورزش و تفریح با خانواده هاشون برسن. به کجا رسیدیم؟ به خدا به کجا رسیدیم که نمیدونم. نه که روزی 10-12 ساعت کار میکنیم در کنار کار اصلیمون. حالا من که قبلا هم میکردم، الان چند وقت بیکارم. در کنار کار اصلی پاره وقت کارهای دیگر هم میکنیم، یعنی میکنن دیدم، نه حتی به تفریح خانوادهشون و ورزش خودشون، به شکمشون هم نمیرسن. راه حلش چیه؟ بدرود.